با آخوندا مشکل دارین یا نه؟ در من این آخوندها دو دستن. یه سری آخوند اسلامی داریم، یه سری آخوندهای جمهوری اسلامی داریم. من با آخوندهای جمهوری اسلامی مشکل دارم. شما؟ خیر، من معتقدم روحانیت یا هر قشر دیگه ای تو جامعه باید بتونه زندگی کنه. من به تبعیض اعتراض دارم. به تبعیض یعنی اینکه لباس پوشیدنش موجب ایجاد موقعیتی براش بشه که من شبیه به اون که یه آدمم اون برام فراهم نشه. من این لباسو قبول دارم، بالاخره کارشونه. در شرایطی من اینو میپذیرم. خب ما انسانیم، توی جامعه داریم با هم زندگی میکنیم. شما از لباست سوء استفاده برای زورگویی به مردم نکنی. تو زورگویی نکن، مرجع دینی باش. خیلی ها هستن نیاز به مرجع دینی دارن، شما مرجع دینی خودت باش، ولی لباست برای زورگویی به کسی که استفاده نکن. به شما چه ربطی داره بقیه چی کار میکنن؟ من مشکلی ندارم وقتی که قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، قانونگذاری، قدرت و نظام از اینها گرفته بشه.